التماس میکنم به ما یاردم کنید. تحت عذاب دو دوست پسر جراحیشون را گرسونده پدرم نزدیک کودکشون کودکوی مایده داره دو چشم در که پدرش که در بیده رو رحمتی کلام که شما با ما یاردم کرده ایستاده. برادرای عزیز سلام علیکم به کل مردم مسلمان. برادرای عزیز مادری که پارت افتادن برای اپیراتسیای شوهرش بود جراحی پراتز میموندن 100 نمیدونم 20 چند جان شید که 80,000 دیگه در کار خاص به خاطر الله چند قیمتونین برادرای عزیز این مادر کمک کنین که مادر علاقه یک هفته شید در دوشنبه است. این مادر از شهر پنجکین است. مادر یک هفته دوشنبه کودکای مادر در پنجکین در خونش توقع هستن کودکای مایده به خاطر الله همه کس حرکت کنین دستگیری کنین مادر تسترک اپیرستش کنه و مثلا شوهرش بگیره با پنجکین بره نمره مادر است زبربنک هست همش از زنگ بزنین به خاطر الله یاردم کنین. خداوند یار و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.